29 اکتبر سال 2022 در هلدینگ ورزشی دوراب وخوری رهبران و اعضای فدراسیون دولت‌های آسیا برگزار شد که در رفت آن سازمان نو فدراسیون آسیا اوید به صنعت محاربه‌های آمیخته تأسیس داده شد. دفتر مرکزی IMF در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر کرده می شود. در این باره روز 29 نوامبر سال 2022 خدمات فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع رسمی محمد قنبر پرزیدنت فدراسیون آسیا اوید به صنعت محاربه‌های آمیخته تعیین گردید. به منصب نایب یکم پرزیدنت IMF چند نامزد پیشنهاد گردیدند. در رفت محاکمه و آوازدهی عمومی در بین اعضای فدراسیون پرزیدنتی تاج IMF دوران جورایف نایب یکم پرزیدنت فدراسیون آسیا اوید به صنعت محاربه‌های آمیخته تعیین گردید. به مقام دبیر کل IMF فاروق خلیموف تعیین کرده شد. یادآور می‌شویم از 27 تا 30 اکتبر در شهر دوشنبه چمپیونات آسیا اوید به MMA برگزار شد که در آن دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته تاجیکستان جای یکم را اشغال نمود. ورزشکاران تاجیک در این مسابقه 9 مدال طلایی، 8 مدال نقره و 18 مدال برنجی به دست آوردند.